امسال میخوایم با این ایمان شروع بکنیم و پیغام کریسمس اینه: عیسی اومد و پیغامش این بود: سال پسندیده خدا شروع شد. پس از یک سو در ایمانم وقتی ایمان آوردی عیسی مسیح تو زندگیت اومد، یوبیل تو شروع شد. هر سالی که از زندگیت میگذره، چه جسمانی چه روحانی، یه یوبیل رو داری تجربه میکنی و به طور خاص سالهای زمینیمون، چه نوروز چه سال میلادی، یوبیل رو تو زندگیت اعلام کن. روز تولد بچت یوبیل اعلام کن، تولد همسرت یوبیل اعلام کن، سالگرد به هر حال تولد شوهرت همینطور، برای مادرت، برای خواهرت، برای عزیزانت. هر وقت که سالی شروع میشه یوبیل رو اعلام کن. خدا میخواد تو زندگیت طعم یوبیل رو بچشی و شادی کنی. خدا زمین تو رو وسیع کنه. خدا خانواده ای تو رو کثیر و بارور کنه. برکت 1000 نسل به زندگی تو انتقال پیدا کنه. دست به هر جا میزنی پر برگرده. هر جا که پا میذاری خدا اونجا رو بهت عطا کنه. انبارهای خانه تو پر بشه. همه اینها وعده های یوبیله. این قدرت یوبیله که در دل تو و زبان توست. یوبیل در زبان توست. پس بیا اعلام کن: خداوندا یوبیل زندگیم می نوازم به زندگیم، نه سازه غم و قصه و بدبختی و آوارگی و ناله و لعنت و نفرین و غم و قصه و دعوا، جر و بحث و فوش. نه، صدای من صدای یوبیله، صدای محبت خداست، صدای فیض خداست، صدای رحمت خداست. یوبیل سال رحمت خداست. با رحمت دهانتو باز کن، یوبیل تو زندگیت اتفاق میفته. شروع کن خانواده‌تو برکت داده. ببین چگونه این کرنای یوبیل تو زندگی و قلب همسرت کار میکنه، تو قلب بچه‌هات کار میکنه، تو قلب دوستانت کار میکنه. اون چه که در زبان باز میکنی، این صدای یوبیله که از قلب پر از برکت تو بیرون میاد و بر هر گوشی بشینه، بر هر قلبی بشینه. خدا اون قلب آزاد میکنه. خدا اون قلب شفا میده. خدا اون قلب تغییر میده. خدا اون قلب برکت میده. تو کرانه نواز یوبیل زندگیت باش. آمین.